چند تا از نشونه هایی که شخص مقابلتون شما رو نمیخواد. یک، اینکه همیشه شما اول باید پیام بدید. دو، یا جوابتون رو نمیده یا خیلی دیر جوابتون رو میده. سه، براش مهم نیست شما روزتون رو چطوری گذروندید و ازتون هیچ سوالی نمیپرسه. چهار، برای بی‌توجهی هایی که به شما میکنه بهانه های مختلفی میاره. بهت چند توصیه میکنم تا صاحب شخصیت کاریزماتیک بشی. یک، اگر یه آدم خوب پیدا کردی دنبال یه آدم عالی نگرد. دو، با آدم شکاک وارد رابطه نشو. سه، با خسیس رفاقت نکن. چهار، همیشه نیاز نیست حرف گوش کن باشی. 5، غریبه رو با ضمیر مفرد صدا نکن. 6، کسی حق نداره با ذکر جنبه داشته باش و به بهونه شوخی بهت توهین کنه. 7، وقتی ازت تعریف میکنن خودتو نکوب، فقط تشکر کن. 8، اون محبتی که با التماس تو بهت برسه مفت نمیارزه. توجه و محبت رو گدایی نکن. رابطه‌ای که برای ادامه دار شدنش مجبور بشی آرامش تو بفروشی، زندگی تو به فنا میده. دوست من، دنبال رابطه یک طرفه نباش و به شخصیت تکامل بده تا همه جذب تو بشن. برای ادمین این پیج یک کامنت بذار خستگیش در بره.